سلام و صبحتون بخیر. یعنی اصلا زیر چشا پف کرده، بسیار بچه روزهای بدی رو گذروندم و حالا همه اینو به کنار، قراره که یک روز از زندگی تنهایی من در تهران رو با هم دیگه ببینیم. بریم سر کار. یعنی واقعا یکی از چالش های تنها زندگی کردنه که تو همیشه باید مواظب باشی که یخچال خالی نشه، گوشت و مرغ تموم نشه و یه چیزی که منم جدیدن بهش پی میبرم که واقعا داره غیر قابل تحمل میشه. مثلا همین امروز صبح که داشتم از خونه میمدم، اوکی اول ماهه، من رفتم از هایپرس سفارش دادم که مثلا تا من میرسم خونه اونا هم برسه، چون واقعا عملا خرید نکردم چند. بعد من 6 میلیون تومن بچه رایج مملکت دادم و تنها چیزهای اساسی سبد خرید من 1 کیلو مرغ و نیم کیلو گوشته، همین، و بقیهش واقعا یه سری چیز کاملا غیر ضروری و همینجور چیزای تنقلات و نوشیدنی و آب و از اینجور چیزاست. باورم نمیشه. حالا ما کمپین داریم که قرار تخفیف بدیم رو همه کتابمون و من این کمپین اینجوری خورد به بدترین روزهای زندگی من، یعنی به روزهایی که من پیچیدگی‌های روحی روانی خیلی زیادی داشتم، مشکلات حالا خانوادگی طور و واقعا دارم خودمو سر پا نگه می‌دارم بچه‌ها. یعنی میدونم میفهمین احتمالاً اگر که شاغلین، اگر که مجبورین که پایبند باشید به یک وظیفه، اگر که سنتون دیگه رفته بالای 29 سال، من چند ماه دیگه 30 سالم میشه، چقدر سخته، چقدر دست و پنجه نرم کردن با مسئولیت ها وقتی که داری زیر بار مشکلات روانی خورد میشی سخته، واقعا سخته. همین بریم ریباکس رو بهتون نشون بدم، بریم ببینیم ما اونجا چی کار میکنیم، اصلا کلا کار کتاب فروشی چجوریه، آیا شیرینه، آیا بده، آیا خوبه، از اینجور چیزا. تصادف نکنم. وانتیا خیلی، یکی وانتیا بچه‌ها، یکی موتوریا، یعنی موتوریا که خیلی زیاد، یعنی من واقعا همیشه میگم موتور سوارها به نسبت شما باید قبل از اینکه گواهینامه موتور میگیرن یک مدرک فرهنگ موتور سواری بگیرن. ساعت 9 و من دارم میرم با دوستم صبحانه بخوریم توی فرسکوی آوا سنتر. با اینکه باش بدم، اما دیدم که یه چیزی جدید آورده، یه دونه صبحانه های جدید آورده، خیلی باحاله، مثلا پنکیک، نمیدونم تخم مرغ اینا، ولی خیلی قیمتش خوبه و به نظرم خوشمزه میاد. بعد گفتم که بریم بشیم اونجا کار کنیم و صبحانه بخوریم. حالا من دارم میرم. یه چیز خیلی بدی که وجود داره اینه که من رفتم این همه میکروفون خریدم، بعد یادم میاد میکروفونمو وقتی میخوام ولاگ بگیرم یا مثلا تو خونه میخوام کاری بکنم بیام بزنم به گوشی، واقعا بی‌انگیزه شدم. حالا شما که یادتونه یوتیوب من فالوور زیاد داشت، 2000 تا فالوور دارم، یادتونه دیگه واچ تایم من رسید به 3000 خورده، با 4000 ساعت شما مانیتایز میشید. اینترنت قطع شد و من تقریبا چند ماه نتونستم محتوا درست کنم و اینجوری بودم که دیگه اصلا از یه جایی به بعد انگیزت رو از دست میدی، یعنی اصلا دیگه دلت نمیخواد محتوا درست کنی، احساس میکنی که محتوا درست کردن مسخره ترین کاریه که داری انجام میدی. الان مثلا اینجوری هم که واقعا دوباره از اول، ولی خب منم نیست دیگه، مثلا اینکه یه سری میبیننه میتونی مثلا یه چیزی از خودش شیر کنی، واقعا چیزیه که من دوست داشتم، یعنی من به عنوان کسی که کار مارکتینگ و کانتنت انجام میدم و حالا سالها مثلا یه بخشی، یه مقدار خیلی کمی فالوور داشتم و یه مقداری مثلا توجهی بوده بهم، من از این موضوع خیلی لذت میبرم. مشکلی که این روزا خیلی باهاش درگیرم اینه که به این فکر میکنم که ما کی و چه موقعیه که متوجه میشیم
واقعا داریم آسیب میبینیم که یک رابطه دوستانه، یک رابطه اصلا عاشقانه، یه رابطه از کاری، یه شغل، هرچی داره به شما آسیب میزنه و شما اگه آدمی هستی مثل من که اصولا دلت میخواد تا ثانیه آخر از خود گذشتگی داشته باشی، داد بزنی، مشکلاتو بگی، فکر میکنی که اون آدمه مشکلات رو حل میکنه، که مشکلات رو حل نکنه، بابا آخرین زمانی که تو دیگه باید صبر کنی کیه؟ اون آخرین لحظه که باید گیواب کنی دقیقا کیه؟ از دور که یک نفر رو میبینن متوجه مثلا درگیری های ذهنی اون یک نفر میشن برای اینکه مثلا روزش رو بگذرونه، اخلاقش خوب باشه، خوب بپوشه، خوب راه بره. میتونم منظورم رو درست برسونم یا نه، ولی فکر میکنم دقیقا منظورم همینه، اینکه شما چه زمانی متوجه میشید که اینجا دیگه اون آخرین لحظه ای که باید تلاش کنید، باید بجنگید، باید صبر کنید و اون آخرین لحظه دقیقا کیه؟ من مدت هاست دارم توی زندگی با این مسئله دست و پنجه نرم میکنم، مدت هاست که حالا شاید اشتباه باشه، این مدت هاست نیست، ولی احتمالاً یک برهه زمانیه که من الان دارم میجنگم با خودم. اومدم تو پارکینگ آوا، حالا بقیهش باشه برای شب. غذا درست کردم بچه‌ها. یه دونه از این بیفتک‌ها داشتم، گذاشتم تو فرآیر، قارچ درست کردم، چای گذاشتم و الان میخوام یک دمنوش چای سبز بخورم. این لیوانم سوغاتی از کاناداست، دوستش دارم و خواستم که اون حرفی که داشتم میزدم ببندم و این ولاگ تموم شه. میدونم خیلی ولاگ شاید اونجوری که دوست داشتید نبود، ولی بچه‌ها یکی از دلایلش اینه که واقعا من بعد از اون ولاگایی که میذاشتم خیلی هنوز نتونستم برگردم به روتین ولاگ و بهم حق بدین. خواستم این بحثو ببندم که من جدیداً در حال فکرم به اینکه من چرا همش اینجوریم. احتمالاً شما هم این حسو داشته باشین. چرا من نمیتونم تصمیم بگیرم و بگم آقا این محیط کار، مثلا به طور مثال آدم نمود گذشته میگم، این رابطه، این دوستی، مثلا این مشکل به خانواده، این فامیل فلان، چرا اون لحظه‌ای که داری آسیب می‌بینی و ناراحت میشی قطعش نمی‌کنی؟ چرا همش صبر می‌کنی و فکر می‌کنی قرار همه چیز درست بشه؟ آیا قرار همه چیز درست بشه؟ آیا قراره که تو هی آسیب ببینی و هی به آدم‌ها فرصت بدی؟ من فکر نمی‌کنم که این واقعا چیزی باشه که در دراز مدت امکان پذیر باشه و آدم‌ها درست بشن، چون فکر می‌کنم تو مثلا یه فرصتی داری، یه ددلاینی داری دیگه برای هر چیزی، برای هر اتفاق بعدی که داره برات میفته که مسببش شخصه، یک محیطه، یک فضایی که میتونی قطعش کنی و یک جایی باید این ددلاین تموم بشه و تو باید مراقب خودت باشی. و اگر شما هم مثل من اصولا شخصیت مراقبتگری دارید و دوست دارید از آدم‌ها مراقبت کنید و احساس میکنید که باید همیشه مثلا از خودتون بزنید، تلاش کنید، مثلا بقیه راضی نگه دارید، بقیه خوشحال باشن و این شما رو ساتیسفای میکنه، این شما رو نمیدونم اقناع روحی میکنه، به نظر من واقعا بهتره که یه جایی ما تمومش کنیم. حالا من که تراپیست نیستم، تمام این چیزایی هم که دارم درش حرف میزنم واقعا بحث تجربه است. من احساس میکنم که اینکه من تنها زندگی میکنم بچه‌ها خیلی به من تجربه زیادی اضافه کرد، چون تو در تنهایی با خودت بیشتر روبرو میشی، به مشکلات خودت بیشتر واقف میشی، با آدم‌ها بیشتر آشنا میشی و فرصت بیشتری برای تجربه کردن داری و فرصت بیشتری برای تأمل داری و اینا خیلی به من واقعا درس‌های زیادی یاد داد و مخصوصا حالا شهرهای مختلف و دانشگاه و نمیدونم تمام این چیزا. در هر صورت من فکر میکنم که یه زمانی آدم باید به این آگاهی برسه و زمانی که تو با پذیرش و آگاهی میرسی خودش یک قدم مثبته. من الان آگاه شدم و این آگاهی بهای سنگینی داره. بهاش اینه که تو درد میکشی، جای خیلی اذیت میشی و احساس میکنی که مثلا احساس میکنی که میفهمی داری اشتباه میکنی که اجازه میدی آدم ها واقعا از بدیشون اصلا ناخودآگاه یا مثلا یه محیطی نه از بدی
از مثلا نامناسب بودن برای تو، اصلا یک خانواده‌ای که از اعضای خانواده، یک فامیل، پدر، مادر، هر کسی داره به اشتباه، داره ناخودآگاه، داره بدون آگاهی تو رو آزار میده و تو هیچ وقت نمیتونی این چرخه خارج بشی و داری خودت رو اذیت میکنی و باید اول به آگاهی برسیم تا بعد بتونیم درمانش کنیم. من نمیدونم درمانش چجوریه و اصولا هم آدمی هم که ترجیح میدم بخونم، ببینم، تجربه کنم و بفهمم. من 1 سال 2 سال تراپی شدم و تراپی باعث شد که من به این آگاهی بچه‌ها برسم، ولی از الان به بعدش فکر میکنم که خیلی باید دست خودم باشه و امیدوارم که شما هم اگر به این مسئله فکر میکنین واقعا بیاید با هم نماش حرف بزنیم، برای من بنویسید، یه چیزی بگید که بدونم شما هم آیا تجربهش کردین و چه جوری دارید باهاش دیل میکنید. همین، من اینو میبندم که بتونم سریعتر ادیتش کنم بذارمش تو یوتیوب، چون که دوست دارم سریعتر واقعا برگردم به روتین یوتیوب و ولاگ‌ها. ممنون میشم منو حمایت کنید و بهم کمک کنید که برگردم و بهم کمک کنید که بتونم بیشتر ویدیو بذارم. اگه چیزی هست که دوست دارید واقعا من براتون دارمش ویدیو بذارم، مخصوصا اگر دوست دارید به تهران تنها زندگی کنید، تجربه‌ای داشته باشید، دانشگاه برید، من خیلی تو این چیزا بچه‌ها تجربه دارم. اگه مثلا کار محتوا مارکتینگ هم چیزی دوست دارید بدونید بهم بگید. همین، خیلی مراقب خودتون باشید. من نگارم و خداحافظ.